سلام دوباره. توی این ویدیو میخوایم در مورد آنالیز کردن و پیدا کردن اجرام توی ستای عکسی که برای ما فرستادن صحبت کنیم. توی ویدیو قبل لود کردن و دیتا ریداکشن و نون آبجکت اوورلی رو توضیح دادم که به علت اون اروری که نشون میداد وقتی که اتوماتیک نمیتونست رفرنس استارها رو پیدا کنه، اونو تو ویدیو قبلی توضیح دادم. حالا ادامه کار رو میریم. من دوباره الان از صفر ایمیج ها رو که لود کردم دیتا ریدکشن رو میزنم. حالا این ویدیو رو خیلی دقیق نگاه کنین و توجه کنین که مهمترین قسمت کار اینجا هست. و خاطرتون باشه اون عکسی که لود میکنین باید با این پایین سمت راست پایین این ستینگی که وجود داره باید تنظیمات اون ستی باشه که تلسکوپ عکس رو گرفته. یعنی اگر ستتون PS1 هست این تنظیمات رو باید عوض کنین، اینجا رو اشتباه نکنین یه وقت. خب ما الان رفرنس استارها رو پیدا کردیم، دیتا ریداکشن انجام شد، میریم نون آبجکت اوورلی که این بالا این سیاه هست رو میزنیم. بذاریم من سریع چک کنم ببینم تنظیمات چیز درست بود یا نه. 16 P01 اینه، این ستو من دارم آنالیز میکنم. PS2 هست و اینجا هم PS2. خب نون آبجکت اوورلی داره انجام میشه. گفتم اینجا نترسین که هنگ کرده، نداره کارش انجام میده. چون کار آنالیزی هست ممکنه بر اساس کامپیوتر متفاوت باشه. خب انجام داد. حالا ما میریم پروسه کار رو ببینیم چطور هست. اولین کاری که میکنین این هست که تصاویر رو بلینک میکنین. بلینک یعنی چی؟ شما ببینین 4 تا عکس برامون فرستادن توی هر ست، 1 2 3 4. ما باید اجرامی که توی این در حال حرکت هستن رو تشخیص بدیم. چطور میشه ما این کار رو انجام بدیم؟ ما باید این عکس ها رو پشت سر هم پلی کنیم، یعنی هی عکس های 1 2 3 4 1 2 3 4 پلی بشن. ستاره ها که ثابت هستند اینا میشن ستاره، اون در حال حرکت نیستن. اجرامی که نورهایی که ثابت هستند. ولی اگر چیزی حرکت کرد یعنی اینکه اون سیارک یا جرم مشکوک هست. ما این بلینک رو چه کار میکنیم؟ اینجا یه گزینه‌ای هست این سمت راست، 2 تا تاسن روی هم، تاس نیست شبیه تاسن، بلینک کارنت ایمیجز. هر چند تا عکس اینجا باشه این بلینک میکنه. شما بلینک رو میزنین این الان یه پنجره جدید باز میکنه. ببینید اینجا هم شماره ها رو میره، ایمیجی 1 2 3 4 1 2 3 4 هی میره. این الان دونه دونه عکس ها رو پلی میکنه که شما اگر حرکتی چیزی در حال حرکت باشه به خیلی راحت میتونین پیداش کنین. حالا برای اینکه این واضح باشه میتونین اینجا از این بالا زومین رو بزنین، بزرگ میکنه اینجا رو. ببینین زوم میکنه تو این کادرها. ببینین داره هی پلی میکنه. حالا من یکی از این شناخته شده ها رو بیارم. ببینین یک جرمی داره از عکس 1 2 3 4. ستاره ها ثابتن. وقتی موستون رو میاره روی ستاره نگه میداری میبینین که در طول 4 تا فریم ثابته، ولی این ثابت نیست، داره حرکت میکنه. و چون دورش قرمز افتاده این همون آبجکتی است که شناخته شده بود از قبلا و الان هم بر اساس اندازه‌گیری های ما و مشاهده‌ای که ما میکنیم دقیقا همونجا افتاده. یه دونه دیگه میزنیم، این 3 برابر زومه. ببینین وقتی که عکس باز میشه در این حالت 1 2 این رو توصیه میکنن. حالا ما میگیم بیشتر یکی دیگه هم بزن 3 تا. در این حالت تصویر اینطوری میشه. شما توصیه من از هر طرفی که دوست دارین شروع کنین. ما از سمت چپ بالا شروع میکنیم. من اینطوری هم حالا بر اساس سلیقه است. نباید جایی رو از قلم بندازیم، به خاطر همین بهتره که از یه طرف شروع کنین و به ترتیب برین. حالا شما دونه دونه باید نگاه کنین ببینین اجرام توی هر فریم تغییر میکنند یا نه. اینجا دیگه به حساسیت خودتون بستگی داره که اینو چطوری تشخیص میدین.
بعضی چشمشون تیز همینطوری که نگاه میکنن، نیاز نیست که دونه دونه موضوع بیارن نگه دارن روی هر کدوم از اجرام و ببینن حرکت میکنه یا نه. بعضی هم نه، نیاز دارن که این کار بکنن چون آدم چشمش خسته میشه، گم میکنه اصلا. هدف کلی عرض کردم اینه که شما باید ببینین توی این 4 تا فریم چه چیزی داره حرکت میکنه. ببینید مثلا اینجا یه سفید اومد الان رفت، خب من نگاه میکنم ببینم نزدیکیش اصلا چیزی نیست که مثلا این از این فریم رفته باشه اومده باشه. ببین فقط توی فریم دیده میشه، میبینین الان دیده شد، الان دیده نمیشه، الان هست، میزنم روش ببینین این آبجکت داره حرکت میکنه، یعنی توی فریم هست بقیه فریم ها نیست. ولی ما 3 تا قانون بزرگ داریم برای اینکه اون جرمی که میخوایم ما میخوایم فقط سیارک ها رو پیدا کنیم، خب نه نویزو نه چیزای دیگر رو. در نتیجه 3 تا قانون بزرگ داریم. یکی این که توی حداقل 3 یا دیگه خیلی ارفاق کنیم 2 تا فریم باید باشه، یعنی توی 4 تا باید باشه، نشد 3 تا دیگه. در موارد خیلی استثنا 2 تاش هم قبول کنیم که جرم توی 2 تا حرکت میکنه. یک. دومین چیزش اینه که در خط راست حرکت کنه. یعنی چی؟ یعنی الان ببینین، بذارین روی این نون آبجکت نشون بدم. ببینین وقتی که فریم یک اینجاست، 2 اینه، 3 اینه، 4 اینه، این که داره حرکت میکنه، اگر شما یه خطکش بزنین روی مانیتور میبینین که این داره توی یک خط راست حرکت میکنه، گرد نیست، منحنی نیست، مثلثی نیست، یهو از اینجا بره این بالا بعد توی فریم بعدی بیا پایین بعد توی فریم بعدی اینور بره، زیگزاگی هم حرکت نمیکنه. چرا؟ این عکس ها در فاصله زمانی خیلی کم گرفته شده. بعد اگر چیزی در آسمون حرکت کنه، همونطور که میدونید در فضا چیزی نیست که مسیر رو حرکت بده، برهم کنش داشته باشه. در نتیجه هر چیزی که حرکت میکنه در خط مستقیم حرکت میکنه. اگر داره کج و موج داره حرکت میکنه، احتمالاً یک جرم نیست. در مثلا توی یه فریم اینجا یه نویز افتاده، بعد تو فریم 2 نزدیک اون افتاده، شما فکر کنید یه جرم، نه نویزه اگر در خط راست حرکت میکنه. سومین چیز هم اینه که سرعت حرکتش تغییر نکنه. این یعنی چی؟ ببینید مثلا الان میبینین توی از هر فریم به فریم دیگه یک مقدار مشخصی داره حرکت میکنه. این نشون دهنده سرعت. عرض کردم این عکس 4 تا فریم در فواصل مشخص زمانی و نزدیک به هم گرفته شدند. اگر سرعت حرکت جرم یکسان باشه، توی هر عکسی مقدار مشخصی جابجا خواهد شد. مثلا توی یک عکس x مقدار بیاد، توی عکس دوم فریم دوم 2x 3x بره جلوتر، این اشتباهه. این یعنی سرعت حرکتش یکسان نیست و در نتیجه این رو گزارش نمی کنیم. توی سیارک هایی که مد نظر ما هستند نیست. احتمال زیاد نویزه، احتمال زیاد ماورا، حال هر چیزی میتونه باشه، اون رو اطلاع ندارم. خب پس شد خط راست حرکت کنه، توی چند فریم دیده بشه، نه یه دونه فقط، توی یه دونه اصلا نمیتونیم گزارش کنیم. بعد مورد بعدی این بود که سرعت حرکتش هم یکسان باشه. میریم چند تا مورد جزئی دیگه هم وجود داره. ببینین الان من اینو استاپ میکنم. اینجا استاپ کردن هم داره ها. ببینید مثلا وقتی بلینکو میزنیم، بلینکو بزنید، این موارد براتون باز میشه. یکی استاپه، یکی برگرد به عقبه. اگه اینجا عدد ایمیج رو نگاه کنین، این بک رو که میزنم، بکوارد، سینگل استپ بکوارد، این داره برعکس 4 3 2 1 پلی میکنه. خب بعد اینم به جلو فوروارد 1 2 3 4 پلی میکنه. اینم که اتوماتیک پلی میکنه که دستتون خسته نشه. شما پلی میکنین اینطوری راحت میرین کل عکس رو میگردین. خب حالا نکته‌ای که وجود داره، خیلی موقع ها این سرعت شاید کند باشه. من توصیه میکنم که اینو میتونید شما سرعتش هم زیاد کنین، یعنی سرعت بلینک رو زیاد میکنین، یعنی با چه فرکانسی این عکس ها رو برای شما بلینک فرکانسی رو میذارین روی 2 برابر میشه سرعتش. خب توی این تون حرکت میکنی. چرا اینو میگم؟ شما وقتی که هی داره اینا رو نگاه میکنی دیگه دونه دونه نمیای دستتو بذاری، یعنی خسته خواهی شد.
به تب انسان ها تنبلیشون باعث میشه که بگن که خب من تون اینها رو چک میکنم، در نتیجه مقدار زمانی که روی هر نقطه از این عکس دارین زمان میذارن خیلی کمه. اگر سرعت فرکانس رو ببریم بالا، احتمالی که همون صدم ثانیه‌ای که شما داری اینجا رو نگاه میکنی حرکت بکنه زیادتر میشه و اینکه چشم شما تشخیص بده. آروم باشه شاید شما که داری تند رد میشی احساس نکنی حرکتش رو. در نتیجه این بلینک رو حتی من بعضی موقعا 3 هم میذارم اگه چیزی پیدا نشه یا ببینم که چشم داره خسته میشه 3 میذارم، ولی 2 حالا عادیه، یک روال عادی. باز گفتم فرق میکنه بین حساسیت افراد، بعضیا حساسن سریع میتونن تشخیص بدن، برای اونو فرقی نمیکنه. حالا اینو خودتون میتونید امتحان کنین، هر کدوم که چشمتون راحت بود از اون استفاده کنین. مورد بعدی الان استاپ میکنه. ببینید وقتی روی این میزنم من، بیان کلیک میکنین، یک الان اندازه‌گیری هایی از این جرم به ما میگه. ببینید این عکس نور رو ثبت کرده، نرم افزار اینها رو میتونه تبدیل به عدد بکنه. چه جوری؟ ببینید مگنیتود یا مقدار نور این رو میگه، چقدر بزرگه اون میدان نوری که اینجا در آسمان شب برامو داره. آرش 19. خب یکی از نکات مهمی که ما وقتی که میخوایم تشخیص بدیم یک چیزی سیارک هست یا نه اینه که توی فریم های مختلف، ببین الان فریم 4 من زدم آرش 19 بوده، خب میبندم میام جلوتر مثلا فریم 1 اینجا، چون ببینید بعضی ما هم اینطوری میشه ها، الان زوم میکنم ببینید یه خط سفید افتاده، این نویزه، ولی با این همه آرش ببینید 19 و 8 هم نزدیک به همون 19 و 1. بعد دوباره تو فریم دوم میزنم 19 و 8، تو فریم سوم 19 و 4. این آر نباید بیشتر از 1 واحد بالا پایین بشه. مثلا این 19 و 1 بود، 18 و 1 قبوله، 21 هم قبوله، یعنی 20 ممیز 1 هم قبوله، ولی 23 بشه این احتمال قوی نویزه. خب چون یک جرمی که تو آسمون داره حرکت میکنه و ما سریع 4 تا عکس ازش گرفتیم، نباید نورش خیلی شدید تو فاصله زمانی کوتاه تغییر کنه. اگر تغییر کنه نویزه، اگر تغییر کنه مثلا تو جو زمین بود، چون این تلسکوپا روی زمینن، ممکن تو جو زمین یه چیزی رد شده، نورش زیاد شده و اونطوری شده. پس مورد بعدی این بود که آر رو توجه کنیم. مورد بعدی که ما باید بررسی کنیم این نمودار است. خب ببینید این نموداره، همین اسنار هم میشه در موردش نظر گرفت. این رو توضیح میده که پراکنش نور اطراف این چقدر هست. ببینید ما زوم نمی‌کنیم، حالا توی پیکسل این هر نقطه از اینها یک پیکسل رو نشون میده که درش نور هست یا نه و چقدر شدت نور هست. هر چقدر این نقطه ها به این خط قرمز نزدیک باشه، جرم شما خیلی بهتر دیده شد. ببین مثلا اینجا مثلا یک چیزیه، مثلا ببینید من اینجا روی این قسمت نویز اینجا رو میبینید، یه قسمتی داره نویز داره، یه خاکستری کامله، یه قسمتی هم هست که همون بک‌گراند سیاه آسمونه. میبینید چقدر پراکنش چیزا زیادن، نقطه های نور زیاده توی هر پیکسل. و مثلا یه جرم مشکوکتر که ما مثلا فکر می‌کنیم مثلا این دوتا نقطه نورانی رو میبینید، ببین خیلی پراکنشش زیاده، دو تا پیکسل فقط نور افتاده روش. خب بعد انقدر پراکنش بالا داره. این پراکنش بالا هر چقدر بد باشه، زیاد باشه، نزدیک این نقطه‌های سفید، نزدیک این محور قرمز نباشن، تشخیص امتیازش کمتر، قابل قبول نیست، احتمال اینکه سیارک نباشه زیاده و میگن که گزارش نکنی. مورد بعدی این هست که گرد باشه، یعنی تیز نباشه. الان یک نمونه من میخوام بهتون نشون بدم، ببینیم تو این تصویر هست. بذار بلینکو بزنم. آها ببینید الان اینجا زوم میکنیم، اینو میبینین، این الان یک چیزیه که الان من بلینکو میزنم، نیست یهو میاد،
این داره حرکت میکنه دیگه، ولی بر اساس اون قوانین فقط توی فریم هست، نزدیکی ها فریم های بعدی تو نزدیکش دیده نمیشه. و من میزنم روش، میبینم که آقا اینجا ببینیم پراکنش زیاده. بعد نگاه کنین این شکلش رو ببینید، زوم که میکنی شکلش خیلی تیزه، لبش خیلی خیلی تیزه، مثل اینا گرد و لبه هاش نباید تیز باشه، نرم باید باشه، به اصطلاح soft edges. این نشون دهنده اینه که نویزه. اینا ستاره سیاره که اینطوری هن. وقتی که شما یک جرمی از دور عکسشو میگیری لبه های تیز مشخص نخواهد بود، لبه هاش همشون کند و نرم میافتند، یعنی منحنیوار میافتند، لبه گرد نبا. ما سیارک هایی داریم که مثلا استوانه‌ای شکلن، ولی با اینکه استوانه‌ای شکلن لبهشون تیز نیست، گرد میافته، لبه نرم میافته، به اصطلاح سافت میافته. این هم نکته مهمی بود که باید در نظر میگرفتیم. پس این سیارک نیست بر اساس اون اطلاعاتی که من عرض کردم بهتون. خب مورد بعدی، وقتی که شما میایید دنبال یک چیزی بگردین خیلی موقع ممکن چشمتون خسته بشه یا نه نور اون یعنی خیلی محو باشه، اون آرش خیلی خیلی پایین باشه. مثلا نگاه کنین، بذارید من بلینکو بزنم ببینم چه چیز مشخصی اینجا هست. خب بیایم پایین اینجا توی این شکل 4 زوم نکنین، 4 تا خیلی دیگه زیاد میشه. میایم میذاره پایین، ببینیم اینجا یک چیزی هست نورش خیلی کمه، ببینین نورش خیلی محوه. برای اینکه اینا رو بتونیم ببینین توی این بک‌گراند و یا حتی چشمتون خسته نشه، یک گزینه‌ای وجود داره اینجا بغل همین نون آبجکت اورلی اینجا هست، اینورت ایمیج، یعنی نور رو برعکس کن. اینطوری میکنه بک‌گراند سفید رو سیاه میکنه. این برای من به خصوصا، حالا برای بعضی هم شاید این باشه، توی بک‌گراند سفید نقطه سیاه رو دیدن خیلی برای من راحت تره تا توی این حالت که توی بک‌گراند سیاه نور سفید رو ببینم. خب حالا یه نکته وجود داره، ببین این چارچوبا رو میبینین، به اینا میگن چارچوب فریم. ما تو هر فریمی که وجود داره این چارچوب ها عکسمون رو به 4x4 یعنی 16 قسمت تقسیم کردن، 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا اینها خودشون هم حرکت میکنن. علت این میتونه خیلی چیزا باشه، زمین داره حرکت میکنه، تلسکوپ داره حرکت کرده، حالا خیلی چیزا. ببینیم وقتی من موس رو نگه میدارم لبه این داره خود اون فریم حرکت میکنه. خیلی موقع ها نگاه کنین، الان این پایین مثال دقیقش وجود داره، ببینین الان این فریم با این ستاره داره حرکت میکنه. مرجع رو هیچ وقت فریمه نگیرین، فریما دارن حرکت میکنن. مرجع این که یک چیزی حرکت داره میکنه یا نه اینه که شما موس رو بگیری روش، چون این ستاره های مرجع روی این فیکس شدن، مرجع تصویر ما عکس ها هستن نه فریم. وقتی که موس رو میگیری روش میبینی حرکت نمیکنه، در نتیجه این ستاره است. پس بر اساس فریم در نظر نگیرین. اگه فریم رو بگیرین همه اینها دارن حرکت میکنن. چرا؟ چون فریمه داره حرکت میکنه. عرض کردم زمین حتی تو همون فاصله کوتاهی که دارن عکس میگیرن، زمین چون داره حرکت میکنه، تلسکوپ هم دارن حرکت میکنن. این حرکت توی همه چیزها خواهد بود، در نتیجه اینا حتما توجه کنید. خب مورد بعدی که باید اشاره کنم، بعضی اشکال عجیب غریب هم دیده میشه توی این فایلی که خود سایت هم گذاشته. مثلا اینجا این شکل رو میبینین، یک چیز عجیب غریبی وجود داره. اول اینو عرض کنم خدمت که اینجا حتما کهکشان خواهید دید. خب کهکشان های دور دست که کوچیک هستن توی این تصویرها دیده میشن. بذار ببینیم مثالش وجود داره. صفحه های دیسکی مانندی وجود دارند که کهکشان هستند، اما بعضی موقع ها یک ستاره خیلی پر نوره یا نه یک چیز، اون سنسور اون تلسکوپ خراب شده، چون اینا ممکنه گرد و خاک نشسته اصلا روش، خرابم نگیم. یا مثلا این مثلا ستاره پر نور، ببینین اینا نویز میندازن. چرا؟ اینا اشباع میکنه اون پیکسل سرور اون سنسور رو، در نتیجه نمیتونه به خوبی تصویر رو ثبت کنه، نویز میندازه. ببینین وسط ستاره نویزی افتاده، یا وسط ستاره میبینین مثلا الان توی حالتی که ستاره سیاه افتاده روشن میشه.
اینا رو اصلا چیز عجیب غریبی نیست، اینا به خاطر اون ابزاری هست که ما داریم ازش استفاده میکنیم و خطای ابزاره. به خاطر هم اینا رو هیچ کدوم گزارش نمی‌کنیم. وظیفه ما گزارش کردنه. سیارک، اونم سیارکی که گفتم شرایطی که عرض کردم رو باید داشته باشه. الان می‌بینین یک چیز عجیب غریبی اینجا شبیه بشقاب پرنده، سفینه، تا هر چیزی که می‌خوایم بگین، اندازش توی فریم‌های مختلف تغییر میکنه. شما اینو گزارش نکنین، اینا دیگه آدم فضایی و نمیدونم چیزای عجیب غریب نیستن. احتمال خیلی خیلی زیاد نویزه، حالا به هر دلیلی، جو بوده، گرد و خاک نشسته، خود دستگاهی ها و ولتاژش اینور اونور شده توی همون یک پیکسل، اینا اتفاق میافته، پس اینا رو توجهی نمی کنیم. خب من ویدیو رو پاز میکنم، نکته ها رو مرور کنم، اگه چیزی کم بود باز اضافه میکنم چند لحظه. خب دوستان، اینجا من فایلی که خود کمپین برای من فرستاده رو بهتون نشون میدم. دو تا مورد هست. یکی این که اینجا من گفتم نموداری که نگاه میکنیم، پراکنش این نقطه های چیز. ببینید اینجا میگه که یکی این که شکلش آبجکت رو حذف میکنه برای ما، یکم گرافشه. منظور از این گراف همین قرمز است. این چی رو میگه؟ میگه که آقا اینها اون پراکنشش نیست، خیلی پایین اینها، یهو زیاد شده، نویز خیلی بالایی داره، در حالی که وقتی که این نون آبجکت ها رو میبینین، سری من بیارم یه دونه‌شو ببینیم، مثلا ای بابا، سری من اینو بزنم یه فریم میدونم. ببین اینجا این نون آبجکت دیگه، وقتی روش میزنین منحنی میبینین بالا رفته، یهو تیز نیست، قلهش یه ذره شیب پایینی داره. این قرمز رو میبینین، در حالی که با این مقایسه کنین، مثلا با این یکی از نویزها رو پیدا کنم اینجا، مثلا با این نویز میبینین چقدر تیزه، فرقشون کاملا قابل تشخیص. نگاه کنین اینجا گفته که از روی شکل و اون گراف میشه فهمید. یک مورد این بود. مورد بعدی که این پایین گفته، اون ستاره پرنور متأسفانه تو این ستی که من دارم آنالیز میکنم نیست. ببینید ستاره های پرنور همچین اشعه هایی از خودشون میدن بیرون. اینم به خاطر سنسوره. مثلا هر تلسکوپی بر اساس اون آینه هایی که داره و لنزی که داره، این اشعه ها رو چند شکل، مثلا یکی 6 تا، یکی 8 تا، اینجا 4 تایی میبینید. این اشعه ها هم حرکت میکنن، همینطوری جرم دارن. اینها هم از نمودار مشخصه، همین که چسبیدن به چیز ستاره، اینها آبجکت نیستن، سیارک نیستن و ما اینها رو گزارش نمی‌کنیم. بهش میگن false signature saturation. این به خاطر اینه که نور این چیز انقدر زیاده که سنسور نمیتونه اینو، فقط یک کره، یک دایره پرنور نگه داره، مجبور میشه سنسورهای دیگر هم چیز حس کنه و اونطوری براش چیز میافته، سیگنیچر نور میافته. مورد بعدی همون ها، ببینیم بعضی موقع چیز ماهواره رد میشه، چنین خطایی میافته، چون سرعت حرکت اون ماهواره ها یا اون جرم هر چیزی که هست زیاده، همچنین خطایی میافته. یا این نویزایی که مشاهده میکنیم، اینها آرتیفکت حساب میشن و ما گزارششون نمی کنیم. ببینید همچین چیزهایی ممکنه ببینین، اینها طوفان خورشیدی و نمیدونم دنباله دار و اینها نیستن، ممکنه باشن ها، ما نمیدونیم، ولی وظیفه ما این نیست. این ابزار که ما ازش استفاده میکنیم ابزار مناسبی برای تشخیص دادن اونها نیست، در نتیجه کار ما فقط گزارش کردن سیارک هاست. نکته مهمی که تازه اضافه شده، known objects do not need to be included in the MPC report. اشیایی که سر جاشون هستند و طوری known object هستند رو ما گزارش نمی کنیم. اینجا رو ببینید، خیلی موقع ها از اون 16 تا ساب فریمی که توی تصویرها وجود داره، بعضی موقع میبینید 2 تا 3 تا از اینا کاملا خاکستریه. اینم به هر دلیل، ممکنه خودشون سانسور کردن، ممکنه نویز سنسور خراب بوده و هر چیزی، چنین چیزی میفته. وقتی ما این همچین صفحه‌های سفیدی رو میبینیم مثل فریما، این توی اینها هیچ چیزی اصلا نمیتونین گزارش کنیم، کلیک هم کنین نمیتونین گزارش کنین، اینا رو کلا گزارش نمیکنیم، حتی اگه اینجا بیفته ما گزارش نمیکنیم. مورد بعدی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، ببینید diffraction spike همونی که گفتم،
سچوریشن اتفاق میفته و این اسپایک ها رو گزارش نمی کنیم ما. خب اینها نمونه هایی هست که سیارکند، همه اون مواردی که عرض کردم رو داشتند و ما میتونیم گزارش کنیم. پس چیا رو داره؟ نون آبجکت نیست. اولین کار بعد از دیتا ریداکشن این بود که نون آبجکت اوورلی رو زدیم. پس اینا نون آبجکت نیستند، ناشناختند، اسمی ندارند. 2 در خط مستقیم حرکت میکنند. 3 سرعت حرکتشون توی هر 4 تا فریم یکیه بین فریم ها. 4 گردند. میبینین این استوانه‌ای لبش تیز نیست، گرده. بعد این محو هم حتی یه گردی داره. بعد دقت کنین بچه ها، بعضی هاشون انقدر پرنورن، بعضی هاشون انقدر کم نورن، محون. این دیگه دقت و ذکاوت شماست. این نکته هم میخوام بهتون بگم. ببینید ما الان نزدیک از 1801 که اولین سیارک پیدا شد، انسان ها دارن دنبال سیارک میگردن. 224 سال. خب توی این همه مدت 2 میلیون تا سیارک پیدا کردیم. ما الان که داریم این کار میکنیم دنبال سیارک ناشناختیم. یعنی اینکه این همه تلسکوپ، این همه منجم، این همه ابزارهای مختلف، تلسکوپ نوری هم نه، وایس مثلا با اینفرارد کار میکنه، اینها نتونستند اون سیارکی که ما دنبالش هستیم رو ببینند. چرا ندیدن؟ چون کوچیکه، چون محوه، چون سخت پیدا کردنش. 1000 تا دلیل مختلف داره، مجموعش این نتیجه گیری میشه. سخت پیدا کردنش که توی 224 سال با این همه ابزار تکنولوژی آدم نتونستن پیدا کنن. در نتیجه حتما باید دقت رو به خرج بدین. دقت باید داشته باشه، چون اکثر اونایی که ما قراره پیدا کنیم اینطوریه. محون، کوچیکن، کم حرکت میکنن، شکل عجیب غریب دارن که این همه مدت دیده نشدن. در نتیجه دقت به عمل بیارین. ارزش کار خیلی بالاست، اگر پیداشون کنین واقعا ارزشمنده، ولی پیدا نکردنشون احتمال خیلی زیاد اینی که کم کاری میشه یا دقت به عمل نمیاد. هر چقدر دقت کنین به دست میاد. تجربه این همه سالیان نشون داده که هر جایی که ما دقت کردیم اجرام مشکوک دیدیم، چیزی که گزارش نشده و مشکوکه و گزارشش کردیم. کشفیات هم داشتیم، گروه‌های مشابه هم، گروه‌های رقیبمون هم، هر جایی که دقت کردن کشفیات داشتند. غیر ممکن نیست، ولی میگم کار سختیه. حتما باید دقت کنید، سرسری نگیری. خب این هم تا اینجا باشه، من بررسی کنم. خب دوستان، الان ما همه این کاری که عرض کردم انجام دادیم. میخوایم دیگه مطمئن باشیم که چی به چی هست. 2 تا نکته خیلی مهم وجود داره که من میخوام بهتون بگم. ببینید بارها شده، من الان 3.5 ساله که این کار میکنم، نزدیک 4 ساله که دارم این کار میکنم. توی 2 ماه گذشته من اومدم ستایی که آنالیز میکردم و دوباره آنالیز میکردم، دوباره 3 باره با روش‌های مختلف. من متوجه این شدم که در طول این سالیان دراز یک اعتماد به نفس کاذبی به وجود اومده. میگم که خب من که 4 سال دیگه دارم این کار میکنم، دیگه حرفه‌ایم. نه، این باعث خطا میشه. چرا؟ چون بارها شده بود که توی این ماه گذشته من میام یه چیزی میبینم خالی گزارش میکنم، بعد دوباره میام بررسی میکنم با دقت بیشتر، میبینم که یک چیز مشکوکی توش هست که من اینو از چشمم جا افتاده و گزارشش نکردم. ببینید این رو در نظر بگیرین که هر بار که این پنجره آنالیز تصویر رو باز میکنین، شما به عنوان یک 0 کیلومتر اینجا وارد میشین. اگر با این دید وارد نشین و تون تون بررسی کنین و بگین دیگه من چشمم عادت کرده، نخواهین دید. کار ما فقط اینه که یک جسمی که داره حرکت میکنه تشخیص بدیم، به هیچ چیز دیگه ربطی نداره. به قدمت شما، به اون تجربه شما ربطی نداره، به اینه که آقا چشم اینو میبینه یا نه. چشم هم بسیار بسیار، چشم و مغز ما بسیار بسیار تنبلن و میخوان که به اصطلاح کار سختی رو سریع تمومش کنن. به خاطر همین گولتون میزنن، یه اعتماد به نفس کاذبی بهتون میدن. پس این شد که خیلی دقت کنید. حالا
یکی از این روش هایی که من مفید پیدا کردم برای اینکه اطمینان بهم بده اینه. ببینین من وقتی که ستا رو آنالیز میکنم میام زوم میکنم روی این، به صورت افقی از چپ به راست حرکت میکنم. ببین اینطوری آروم آروم سرعت میذارم بالا، زومم که گفتم تا 3 برابر زوم کردم، آروم آروم موس حرکت میگیرم از چپ به راست نواری میام و سعی میکنم اگه چیزی داره حرکت میکنه ببینم. مثلا ببین اینجا کاملا مشخصه این و این دارن حرکت میکنن. حالا اگر این چیزا نبود قابل دیدن بودن، عرض کردم اینطوری هم میتونی انجام بدین که عوضش میکنه. من توی بک‌گراند سفید خیلی بهتر میتونم ببینم اجرام رو. بعد دوباره میام از این ور، حالا از این ور هی افقی به صورت زیگزاگ میرم پایین تا هیچ نقطه ای رو از قلم نندازم. وقتی که به پایین رسیدم میام ادامه اون پایین رو هی میرم. حواستون باشه دقیقاً هر بار که میاین دقت کنین که چقدر از تصویر رو آنالیز کردیم و چقدرش مونده. یه وقت نشه که موقع رفتن پایین یهو ببینید به جای این پایین زدن این وسط بزنین خیلی بپره پایین و شما یک نقطه ای رو این وسط جا بندازین. خیلی اتفاق افتاده. خیلی چیز ساده‌ای به نظر میرسه ولی میگم آدم وقتی خسته میشه دقیقاً به جای اینکه این کلیک آروم اومدن پایین رو بزنه میزنه اینجا جهش میکنه میپره پایین یه دونه دوتا و یک قسمتی از تصویر رو جا میندازین، در چه احتمال اینکه اونجا هم باشم زیاده تازه. پس اینو دقت کنین. حالا ما اومدیم اینطوری بررسی کردیم افقی، یک بار هم برعکسش یعنی عمودی من اینو آنالیز میکنم. یعنی عکس رو رفتم تا تموم شد کل عکس اینطوری از بالا به پایین آنالیز میکنم. این علت داره ها. ببینین چشم ما انسان و همه موجودات بر اساس اون تکاملی که پیدا کردیم بعضی حرکات رو خوب میبینند، بعضی حرکات رو بد میبینند. حرکت خطی آروم مخصوصا در جهتی نباشه که چشم شما داره حرکت میکنه خیلی بد میبینینش. حرکت دایره‌وار رو ما خیلی خوب میبینیم. ولی مثلا ببینید من چشمم داره از چپ به راست حرکت میکنه، این داره به بالا. همین اجرامو نگاه کنین از پایین به بالا دارن حرکت میکنن، عمود بر اون خط چشم منه. اگر ببین در امتداد این حرکت چشم من بود چپ به راست یا راست به چپ، این خیلی واضح تر دیده میشد تا اینکه اینطوری. به خاطر اینکه اینو پوشش بدین یک بار افقی بررسی کنین، یک بار عمودی از بالا به پایین یا از پایین به بالا، اینطوری هی آنالیز کنین هر فریم رو. چیزی نبود بریم پایین تر. خب این یک توصیه مهم. پس 2 بار حداقل هر عکس رو آنالیز میکنین، یکی راست به چپ یکی چپ به راست. یکی هم اینطوریه که اکثر مواقع ببینین الان یک مثال سادهش همینجاست. نگاه کنین اینجا الان 5 تا شناخته شده وجود داره، همونطور که میبینین هر 5 تا دارن از پایین به بالا حرکت میکنند، جهت حرکتشون هم شبیه به همه. توی سیارک ها یک مسئله وجود داره به اسم خانواده بودن. یعنی چی؟ مثلا خانواده سیارک سیریس یا خانواده سیارک فلان، اینا سنگن یا به خاطر جاذبه یا از هم جدا شدن یا یه چیزی به یه بزرگ خورده اینا تیکه تیکه شدن. خب سیارک ها اغلب، نه همیشه، اغلب دسته‌ای حرکت میکنن و به اینا میگن یه خانواده. خب حالا این پوان مثبت برای ما چیه؟ وقتی که شما یک نون آبجکت رو میبینین احتمال این که نزدیک اون یا همجهت با اون یک چیز دیگه باشه توی ناشناخته ها خیلی زیاده. الان میبینین از این پایین به بالا حرکت میکنه. توصیه من اینه که وقتی که آنالیز پایین به بالا رو دارین انجام میدید خیلی دقت کنین، چون احتمال اینکه یکی دیگه از اینا خورد شده باشه یا یه ناشناخته از همین خانواده وجود داشته که پیدا نشده نزدیکای این فریم باشه وجود داره. مثالش چیه؟ ببینین الان ما این همه اون مواردی که عرض کردم انجام دادیم. خب دیتا ریدکشن انجام داد، نون آبجکت هم انجام دادیم، یعنی اینکه توی این فریم چیز دیگه ای باشه که حرکت میکنه شناخته شده نیست. ببینید اینجا عکس رو نگاه کنین، الان از این زوم شاید هیچ چیزی دیده نشه، من بیشتر زوم کنم ببینید، دقت کنین این شناخته شده. ببینید پایین چپ پایین، ببینید از پایین به بالا داره حرکت کنه، اندازه حرکت هم نگاه کنید. حالا میبینید بالا این ستاره یه نقطه‌ای داره میره بالا،
این دقیقاً یک سیارکه که ما قبلا گزارشش کردیم، به صورت پریلیمیناری تایید شده، یعنی مشکوک، یعنی یک ثبت اولیه اتفاق افتاده. جهت حرکت رو می‌بینین هم جهت با اون نون آبجکت از پایین به بالاست، اندازش هم بسیار کوچکتر از اینه. حالا من بیشتر زوم میکنه. خاطرتون باشه گفتم این اشعه های ستاره ها رو، اینایی که دارن پرتوهای نوری که به خاطر لنز تصویر است، اینا رو گزارش نمی‌کنیم، اینا سیارک نیستن. ولی این سیاره که می‌بینید قشنگ یک چیزی داره حرکت میکنه، نورش هم اینورت میکنیم. توی نور سفید شاید خیلی زیاد دیده نمیشه، ولی توی بک‌گراند سفید خیلی قشنگ دیگه واضحه. این سیارک، اینو ما باید گزارش کنیم. ببینید اندازه حرکتش در خط مستقیم، خودش گرده، نورش زیاد تغییر نمیکنه. الان ببین تست کنیم دیگه. ببین این فریم آرش 21.3، فریم بعدی 21.3 ثابت مونده، فریم چیزش نورش 26. ببین اختلافشون خیلی کمتر از یک واحده، به خاطر همین قابل قبوله. شکلش هم که میبینین گرده، اینجا حالا یه ذره نوک‌تیز افتاده، ولی فریم بعدی ببینین گرده کاملا. خب نمودار پراکنشش هم ببینین، نمودار چیزه، شیب تندی نداره، تیز نیست، شیب ملایم داره. همه چیز این قابل قبوله و ما اینو گزارش میکنیم. به مرحله گزارش کردن رسیدیم. یکی هست گزارش رو توی نرم افزار، جرم رو توی نرم افزار گزارش کنین. یکی هم هست که گزارش نهایی رو از نرم افزار استخراج کنین. اینا دو تا چیز متفاوتن. من الان جرم رو گزارش کردن اینجا بهتون میگم. همونطور که عرض کردم نون آبجکت ها رو که گزارش نمی کنیم، این دیگه قطعا خودشون گفتن این 5 تا رو گزارش نمی کنیم. حالا اونی که آنونه و ما دیدیمش، پیداش کردیم و مشکوکیم که سیاره که میخوایم گزارش کنیم، اینا برن بررسیش کنن. ببینید شما باید جای این رو دقیق گزارش کنید. ما آدرس میدیم، اینا نمیبینن که کجا داره، ما میگیم ما آدرس میدیم، مدار رو حساب میکنیم که با چه سرعتی داره حرکت میکنه. اینا قراره برن بعدن دنبالش بگردن. خیلی باید دقت کنید این مرحله رو. یک، وقتی که چیزی رو میخوان گزارش کنین کامل زوم کنین، 3 تا روی جرم میزنیم. ببینید دقت کنین، استاپ میکنین بلینکو، الان داره بلینک میشه اینجا چپا، وای میستین، میارین روی ایمیج 1، این بود، روی این کلیک میکنین. اینجا یک ایرادی داره نرم افزار. ببینید مثلا من این کنار اینو میزنم، میافته یه جای دیگه. خیلی موقع این اتفاق افتاده. این اتوماتیک فار، نمیدونم چرا اینطوری کردن، اتوماتیک فار حرکت میکنه. حتما اینو دقت کنین، وقتی کلیک کردین روی جرم باید وسط این دایره قرمز بیفته. اینو حتما دقت کنین. این مختصات اینه که هم اندازه های هم مختصات دقیق باید بدین. اینو دقت کنین. خب اینو کلیک کردین. ببینید توی نون آبجکت اورلی ها اول شما باید اینو بیاین بزنین که آقا نزدیک این جرم چیزی هست یا نه. یعنی چی؟ MPC report یادتونه آپدیت میکردیم هر بار، علتش این بود وقتی من جرمی رو گزارش میکنم آیا این نزدیک جرم دیگه ای هست، احتمال داره اشتباه کنم. ببینید DRA و DDE اینجا این دو ستون، اینها فاصله ها به اصطلاح عرض و طول این اکسن. خب نشون میده که چند درجه نزدیک این چه اجرام شناخته شده وجود داره و چه اجرام شناخته شده نیست. اگر این 0 باشه یعنی که یک جرم شناخته شده اونجا هست، یعنی 0 باشه یک جرم شناخته شده دقیقا اونجا هست که شما اسم اونو باید گزارش کنید. و اگر 0 نیست، 0.0 نیست، شما میتونید اسم جدید بهش بدین. الان ببینید نزدیکترین جرمی که براش انداخته 1.7 فاصله شه، در نتیجه نیست. من کنسل میزنم و اسم میخوام بدم. اسم گذاری تو تیم ما اینطوریه که ایران اسم اولش میشه آی، اینکویزیتیو آی باز، استرونومی هم میشه ای، آی با حروف بزرگ میذاریم. بعد یک عددی به شما توی گروه اختصاص داده شده که اون عدد من 8. این به خاطر اینکه سری اجرام به هم نریزه. هر کسی یه عدد داره، مثلا فرضین 1، من 8م.
اینجا دیگه از این 4 رقم باید عدد بدیم. عدد اولش که مشخص شد توی گروه من گفتن 8. الان شما میتونید بر اساس اون عددهایی که اگه تازه داری شروع میکنید 2 0 1 میزنی اولین بار باشه، اگر نه مثلا قدیمی هستی مثلا 53 میزنی. این عدد دست خودت باید بمونه. این برای چیه؟ چون ما گزارش میکنیم معلوم نیست که 1 ماه 2 ماه بعد بیان بگن جرم فلانتون گزارش کرده بودن قبول شده. اینا بر اساس این عدد ما پیدا میکنیم. یعنی اگه من بزنم 53 خیلی راحت میتونم، اگه بعدا مثلا 2 ماه دیگه به من گفتن که خب جرم فلان 53 عدد IIA 8053 تایید شده، مال کدوم عکست بود، عکسو بیار ببینیم چه جوریه، اینو من خیلی راحت میتونم پیدا کنم. پس این عدد گذاری دقت کنین. حروف اولی که حتما باید باشه IIA کپیتال. 8 اون عددیه که برای من هست، برای شما ممکن متفاوت باشه. بعد این عدد 3 رقم بعدیش دل بخوای خودتونه که گم نکنین ترتیب کار رو و دستتون باشه. خب اینه که زدین اکسپت میکنین. حالا این کپی میکنین اکسپت میکنین و یادتون باشه از فریم 1 شروع میکنین. خیلی دقت کنین، از فریم 1 شروع میکنین به 4، نه اینکه ترتیب 3 رو بزنی بعد بیا 1 رو بزنی بعد 4 رو بزنی. اینطوری این ترتیب رو به هم میریزی و وقتی گزارش میکنی اینطوریه که انگار زیگزاگ حرکت کرده. یعنی اونا که نمیبینن عکسو، نرم افزار میگه که این چه اشتباه، بلا فاصله حذفش میکنه. پس ترتیب رو باید نگه دارین. فریم 1 رو که گزارش کردیم یه دایره آبی، نمیدونم حالا میبینین یا نه، میندازه و اون اسمی که شما گفتین میندازه روش. میریم فریم بعدی 2. قشنگ دوباره روی اون جرم باید وسط بیفته، میزنیم پیست میکنیم اکسپت میکنیم. بعدی فریم 3 میزنیم روش پیست میکنیم و آخری هم گزارشش میکنیم. خب هر چند تایی که بود، ممکنه خالی باشه، ممکنه 10 تا اینجا ناشناخته ببینین. خب هر چند تایی بود اینطوری به ترتیب اسم گذاری میکنین. مثلا الان من یکی دیگه دیدم میشه آی 8054، یکی دیگه بعد اون دیدم میشه 55. اینطوری به ترتیب هر جرم رو باید توی هر 4 فریم نشون بدین. خیلی موقع این اتفاق میفته. نگاه کنیم مثلا من بلینکو میزنم چون داره حرکت میکنه دیگه، میاد 1 دیده میشه، 2 دیده میشه، 3 میفته این وسط، 4 اینجاست. اب نداره، شما فریم 1 اینجا گزارشش کنین، فریم 2 اینجا گزارش کنین، فریم 3 که روی این ناحیه ببین من روش میزنم invalid floating میگه اصلا نمیتونی روی این گزارش کنی. اینا نمیگیم 4 رو میگزارش میکنیم. 1 دونه نباید باشه، 1 دونه نباید باشه، ولی مثلا 2 تا دیدین، 3 تا دیدین، توی 4 تا که حتما گزارش میکنیم، 3 تا هم گزارش میکنیم. یهو میبینی 1 2 3 هست، 4 از کادر خارج شده، اب نداره اون 3 تاشو گزارش میکنیم. ترتیب فریم باید مشخص باشه و رعایت بشه که فریم 1 گزارش میکنیم، بعد 2 رو، بعد 3 رو، بعد 4 رو. اینم از این. حالا این گزارش که انجام شد، کل تصویر رو آنالیز کردیم، دوبار چکم کردیم، من همیشه آخرم 1 بار این کار رو میکنم. میام بیرون توی زوم 2، همینطوری خیلی سریع یه چک کلی میکنم. اگه چیزی از چشم افتاده باشه، این بر اساس اندازه مانیتور هم چیزها چند اینچ باشه. اینجا مثلا من توی زوم 2 مانیتورم بزرگه، قشنگ میتونم ببینم جزئیات، مثلا این اجرام رو قشنگ میبینم که دارن حرکت میکنن. یه چک سرسری هم میکنیم و دیگه تموم شد. میریم برای گزارش گرفتن نهایی از چیزمون، نرم افزارمون. خب برای گزارش گیری میان اینجا یک گزینه وجود داره، اگه روش نگه دارین ریپورت، حالا نیاورد اینجا اینو بزنین ریپورت رو براتون جنریت میکنه. این چی میگه؟ میگه من از کدوم تنظیمات استفاده کردم، برای کدوم تلسکوپ هست، در چه تاریخی هم این ریپورت داره گرفته میشه و چه اجرامی توش گزارش شده. اونجایی که ما اکسپت میزدیم دونه دونه مختصات این اجرام میزدیم، این مختصات چیزشون ثبت میکرد. این رو خوندن رو هم بهتون یاد بدم چجوریه. ببینین این اسم جرمی که شما دارین میگین که من جرمی رو با این اسم دیدم، گزارش میکنم، مشکوکی نگاه کنین. این ساله، این ماهه، این روزیه که عکس گرفته شده، این مال عکسه. خب عکس مال این
نه یه لحظه، آره دیگه این مال عکسیه که گرفته شده. بعد از اینجا به بعد از این 16 نگاه کنین، این پایین الان من میخوام بهتون بگم. ببین این عدد 16 15 0 1، حالا این خورده ایش هم هست، 16 15 0 1. این ساعتی یا درجه است یادم رفت اینجاش، یکی از اینا ساعته یکی از اینا درجه است. حالا یکی این عدد رو یادتون باشه 16 15 0 1، یکی هم اینجا 23 13 56. مختصات اینی است که ما توی هر فریم کجا دیدیمش. این آدرس رو شما تو آسمون توی هر نرم افزار نجومی بزنی اینجای آسمون رو میگه. این خیلی مهمه، بهتون میگفتم دقت کنین. الان ما اینا رو گزارش میکنیم، اینا میفرستند تلسکوپ‌های دیگه، افراد متفاوت باید برن آنالیز کنن، ببینن این چیزی مشکوکی وجود داره، زمان بذارن ببینن درست گفتیم یا نه. این که کجا دیدیمش پیدا کردیمش اینطوریه، با این آدرس پیداش میکنن، مدارش هم با این محاسبه میکنن، میگن که اولین نفر در این تاریخ این توی این مدار گزارشش کرده و توی این زمانهای مختلف اینطوری داشته حرکت میکرده. سرعت حرکت و مدار اینا رو میتونن با این پیش بینی کنن. این تنظیماتشه با کدوم تلسکوپ، اینم اندازه قدرشه که چقدر نور داشته. خب اینو کپی میکنیم کل اینو، ببینید هیچ چیزی از قلم نندازین، حتی اینجا ببین سی این اکثرا از جا میفته، مثلا تا اینجا میاد کپی میکنه، نه کلشو، کل اینو کپی میکنیم. گفتم این مرحله فقط زمانی که همه کارا رو انجام دادین دیگه هیچ چیز جایی از عکس نمونده و هیچ چیز دیگه مطمئن نیست. اینو که کپی کردین اینجا رو میبندیم، میایم پایین و میرین توی اون فولدری که عکس بود، این بود دیگه، اینجا یه دونه تکست باز میکنین، فایل تکست رو باز میکنین، مطالب رو توش سیو میکنین، همینطوری سیو. نکته مهم، اسم ست رو باید بذارین روش. اسم ست رو چطوری میذارن روش؟ وقتی که اکسترکت میکنین اینجا اسم میفته، یه کلیک میکنین روش، اسم کپی میکنین، دوباره باز میکنین، یه دونه رینیم میزنین، اسم میذارین اینجا. خب این رو برای گروه میفرستین، برای سرگروهتون میفرستین، توی سایت آپلود نمیکنین. توی هر تیم یک نفر وظیفه آپلود اجرام رو داره، گزارش ها رو داره، اونم سرگروهه. یعنی شما نمیرین، ببینین بذارین بیارم، حالا بسته شده، هیچ کس نمیره توی سایت آپلود کنه، شما گزارشاتو میفرستین برای سرگروهتون، اون انجام میده. برای اینکه بفهمیم قاطی نشه این اسم گذاری باید دقیق برگزار بشه، انجام بشه. اسم ست رو دقیقاً باید بزنید روش و برای سرگروه بفرستیم. خب اون ساعت رو میخواستم بهتون بگم. ببینید یه موقع هایی هست، این نکته خیلی مهمه و به درد میخوره، خوندن این آدرس هست. ببینید این پایین نگاه کنین، اینجا رو، این چپ پایین نرسه، وقتی که من موس رو روی این عکس تکون میدم اون اندازه فرق میکنه. RA Right Ascension اون DE and Declination، حالا اون مختصات نجومیه، من دقیق آشناییت ندارم، ولی اون درجه رو آدرس خوندن میخوام بهتون بگم. مثلا الان توی گزارش، الان من یکی برای من گزارش کرده این اعداد رو نمیتونم ببینم، خب به من یکی گزارش کرده فلانی، من این جرم رو دیدم، دیگه نمیخواد از صفر بیای پیدا کنی یا بهش بگی که آقا دوباره برو آنالیز کن، عکس بگیر کجاست، تو کدوم مربعه، من برم پیداش کنم. خیلی راحت از روی این فایل میشه پیداش کرد. چجوری؟ ببینید من این فایل رو باز میکنم، همونطور که عرض کردم این تاریخ رو که بیخیاشین یه عدد 16 هست، 16 ساعت و 15 دقیقه و فلان ثانیه. الان ببینید 16 15 01، من میام اینجا 16 دقیقه و 16 ساعت و 15 دقیقه رو میبینید. حالا اون خوردش ثانیه‌اش رو میبینید 17، من باید برم روی 01 میام بالاتر 9، خب 01. خب این 01 یک دونه مختصاتش رو پیدا کردم. مختصات دوم تو این خط میگه که 23 درجه و حالا صدم درجه و خرده‌ای درجه. ببینید 23 منفی 23 و 33 و 56. ببینید من میام اینجا، ببخشید یادتون باشه دیگه 23 33 56
16 الان این دی ای رو نگاه کنین بغلش، وقتی که تکونش میدم اون دی ای تغییر میکنه. باید بریم توی 33 میرم راست 31 32 33 33 و 56 یه ذره دیگه 57. ببینید دقیقاً افتاد اونجایی که اون جرمه بود. پس اگر آدرس دهی رو یاد بگیره خیلی کارتون راحت میشه. راحت بودنش هم اینطوری بود که گفتم بلینک رو میزنین، بعد اینطوری موس حرکت بدین، این قشنگ مختصات اون پایین میندازه که کجا هستین و در چه اندازه هستین. به راحتی میتونین پیدا کنین. مثلا من زنگ میزنم میگم که آقا فلان گزارش فرستادی، این جرم عکس بگیر ازش، دیگه لازم نیست شما که یادت نیست مثلا هفته پیش آنالیز کردی فلان جرم کجا بود، از روی گزارش سری نگاه میکنی، آدرسش رو پیدا میکنی، عکس میگیری، برای من میفرستی. این خیلی نکته مفیدیه، بعداً به دردتون بخوره. خب من فکر میکنم که تمام چیزهایی که لازم بود رو گفتم بهتون. گزارش گیری هم گفتم، ارسال گزارش هم برای گروه هم فرستادم. حالا ممکنه بعضی نکات رو از قلم انداخته باشم که بعداً به صورت کتبی یه ویدیوی تکمیلی براتون ارسال میکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه و بتونین که اولا لذت ببرین از این پروسه. مهم اینه که شما دارین کار علمی میکنین و خیلی ممنون که به عنوان شهروند دانشمند وقت آزادتون رو توی این کار گذاشتین. و دوم این که امیدوارم که کشفیات خوبی داشته باشین و تعداد کشفیاتتون هم بالا باشه. به قول خود کمپین هپی هانتینگ.